بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت من الله از و برکاته. شهر جرمنی گپ میزنم. میخواستم اظهار امتنان کنم از برادرایم که در این پروگرام به سال عقد بسیار زیاد نتیجه مثبت گرفته. تمام خانه و خانواده و آل اولاد ما، خداوند به پناه و عصمت خود شما را نگاه کنه. همراه از این پروگرام های خوبتان که بسیار سلامت باشید. استفاده خوب تمام مسلمان ها میکنند. پناه خداوند همیشه موفقیت و کامیابی تان در ایران میخوایم. خداوند اجرش بر تمام برادرای ما، مخصوصا برادر ما انصاری که بسیار پروگرام های خوب داره و مثل از همه برادرای ما همیشه مشنیم. خداوند اجرش برتان بده. خداوند جان جور دل بیغم نصیبتان کنه. یک جهان ممنون. تشکر. خداحافظ. خدا نگهدارتون. تشکر از این خواهر گرامی که از آلمان این پیام رو فرستاده بودن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما این توفیق رو بده که همینطور در خدمت دین الله سبحانه و تعالی و در خدمت شما عزیزان باشیم و حق و حقیقت رو از این شبکه بیان بکنیم.